به کانال میلیتک خوش آمدید. در این برنامه به بررسی حمله اسرائیل به مرکز پدافند پایگاه 8 شکاری ایران واقع در اصفهان میپردازیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. طی روزهای اخیر و بعد از بالا رفتن تعداد حملات اسرائیل به مراکز مستشاری ایران در سوریه و در نهایت هدف قرار دادن کنسولگری کشورمان در دمشق که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای عالی رتبه نظامی ایران و همراهان نشان گردید، از طرف مراجع تصمیم ساز در کشور دستور انجام عملیات متقابل صادر گردید و نهایتاً در تاریخ 25 فروردین این عملیات با بهره‌گیری از پهپادهای انتحاری، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک انجام پذیرفت. در این عملیات موشک‌های کروز و پهپادها نقش مشغول کردن سامانه‌های پدافندی اسرائیل را به عهده داشتند تا موشک‌های بالستیک بالاترین ضریب برخورد را داشته باشند. از آنجا که وزیر امور خارجه ایران به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده و حتمی بودن عملیات ایران را به اطلاع آنها رسانده بود، در آسمان کشورهای عراق، اردن و عربستان نوتام اعلام گردید که این امر اسرائیل و حامیانش کمک کرد تا در هدف قرار دادن هر هدفی در آسمان منطقه به خود شک راه نداده و تمامی اشیاء پرنده را مورد هدف قرار دهند. تاکنون کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و اردن به طور رسمی همکاری خود را در عملیات مقابله با حمله ایران در حمایت از اسرائیل اعلام کردند. همکاری‌هایی از قبیل در اختیار قرار دادن سیستم‌های راداری و ماهواره‌ای خود به اتاق جنگ اسرائیل، همچنین این کشورها با جنگنده‌های خود به کمک سوخرسان‌های آمریکایی تعدادی از پهپادها و موشک‌های کروز شلیک شده را در آسمان عراق، سوریه و دریای سرخ رهگیری و منهدم کردند. بعد از بررسی‌های تیم میلیتک از نحوه مقابله سیستم پدافندی اسرائیل با اشیاء پرنده در آسمان اسرائیل، این ادعای اسرائیل و آمریکا که تمامی پهپادها و کروزها خارج از آسمان اسرائیل هدف قرار گرفته و منهدم شده رد شد و در خوشبینانه ترین حالت 1/2 آنها خارج از اسرائیل و مابقی در آسمان اسرائیل هدف قرار گرفت و همچنین حدود 10 عدد از بالستیک ها نیز به اهداف اصابت کرد. ایران در این عملیات برای شناسایی نقاط ضعف و قوت پدافند اسرائیل از طیف متنوعی از تسلیحات استفاده کرد. اسرائیل نیز در تاریخ 31 فروردین جهت کاهش فشار افکار عمومی عملیاتی بسیار محدود را علیه مرکز پدافندی پایگاه 8 شکاری ایران واقع در اصفهان انجام داد. با پیدا شدن 3 بوستر موشک بالستیک هوا به سطح در جنوب شرقی بغداد، مشخص گردید حمله اسرائیل به ایران به وسیله 3 موشک بالستیک هواپایه بوده که بعد از جدا شدن سرجنگی بوسترها در عراق سقوط کرده است. همچنین رسانه‌های غربی با نمایش تصاویری مدعی هدف قرار گرفتن رادار سامانه پدافندی S-300 ایران در عملیات اسرائیل شدند که کماکان نیروهای نظامی ایران این امر را تایید نکردند. حال بوسترهای سقوط کرده در عراق مربوط به چه موشکی میباشد؟ اکثر رسانه‌های فارسی و غیر فارسی زبان نوع موشک‌ها را بلو اسپارو ساخت شرکت رافائل اسرائیل اعلام کردند که این امر کاملا اشتباه است، چرا که خانواده موشک‌های اسپارو موشک‌های عملیاتی نبوده و صرفاً تارگت میسایل جهت شبیه‌سازی حمله موشکی ایران به اسرائیل بوده تا به وسیله آن قدرت سیستم‌های پدافندی پیکان و فلاخن داوود را نسبت به حمله موشکی احتمالی از طرف ایران محک زده و نقایص این سیستم‌ها را برطرف کنند. موشک‌های استفاده شده در این حمله ساخت شرکت رافائل و از ترکیب بوستر خانواده اسپارو با موشک رادارزن راکس میباشد که تا به حال از این موشک به صورت رسمی رونمایی نشده است. بدنه این موشک از جنس کامپوزیت و مواد جاذب امواج راداری ساخته شده. برای به حداقل رساندن سطح مقطع راداری، اجزای زیر بدنه نیز مانند مخزن سوخت و موتور نیز دوباره با الیاف جاذب امواج راداری پوشانده شده که این هم در فواصل دور تقریبا کشف این موشک را به وسیله رادار غیر ممکن می‌کند. این موشک بعد از شلیک به صورت خودکار عملیات را مدیریت و به انجام می‌رساند. این موشک دارای سیستم جستجوگر پسیو امواج راداری ارسالی از سیستم‌های پدافندی میباشد. دقت اصابت 3 متر، دارای سیستم هدایت GPS، دارای سیستم هدایت اینرسیایی که در صورت مواجهه با اخلالگرهای GPS این سیستم خود را به نزدیک هدف رسانده و در نهایت با سیستم آنتی رادییشن هدف را پیدا کرده و به آن برخورد می‌کند. دارای 2
مدل سر جنگی پنتریشن و بلاست فرگمنتیشن. سر جنگی مجهز به سیستم الکترواپتیک با استفاده از هوش مصنوعی و پترن هایی که به بانک هدف آن داده شده ضریب برخورد دقیق را به شدت بالا میبرد. قابلیت عملیات در تمامی شرایط آب و هوایی. برد حدودی این موشک 1200 الی 1500 کیلومتر تخمین زده می شود و با بررسی محل اصابت و نقطه سقوط بوسترها به احتمال زیاد شلیک موشک‌ها توسط هواپیمای F-15 و F-16 بر فراز منطقه تربیل واقع در شرق اردن انجام گرفته است. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا برنامه بعدی همه شما همراهان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.